مسعود پزشکیان رئیس جمهور راجع به وضع آب صحبت کرده. گفته اگر وضعیت همینطوری ادامه پیدا کنه و بارش نباشه ما مجبور میشیم که آب رو در تهران جیره‌بندی کنیم و اگر جیره‌بندی هم جواب نده باید تهران رو خالی بکنیم. واقعیتش اینه که کشور به همچین جایگاهی میرسه که به رغم این همه بیکفایتی، بی‌عرضگی، دزدی و فساد روز به روز بخشای بیشتری از زندگی مردم تعطیل میشه. اصلا آدم بعضی موقع به این نتیجه میرسه خب دولت مثلا چیکار داره میکنه تو این کشور. چون مثلا مسعود پزشکیان اکثر اوقات موقعی که اومده صحبت کرده، آدم موقعی که صحبتاشو نگاه میکنه به عنوان کسی داره نگاه میکنه صحبت میکنه که انگار مثلا خودش هم مسئول منتقدیه، یک مخالفیه، داره میگه که یه سری از کارا باید بشه. ولی واقعیت اینه که به هر حال طرف رئیس جمهوره، باید کاراشو انجام بده. اینی که به همین راحتی بگه که مثلا ما باید تهران رو خالی کنیم، تهران مگه به این سادگی خالی کردن تهران؟ بعد فرض کنید اصلا تهران هم خالی کردن، کجا میخوان ببرن این جمعیتی که در تهران هست؟ شما آب براش نداشته باشی بخوای خالیش کنی، منظورش اینه که مثلا سرریزش کنیم توی شهرستان ها. خب خود اون شهرستان ها چجوری میخوان این جمعیت چند میلیونی تهران رو پوشش بدن، تامین بدن مواد غذاییشون؟ چون بحث یه روز و 2 روز که نیست که. این حرفی که پزشکیان زده یه مثال خیلی خیلی خوبی از اینی که واقعا دولت جمهوری اسلامی اولویت‌هاش اولویت مردم ایران نیست. اگر اولویت‌هاش اولویت مردم ایران بود بالاخره این مسائل رو حل می‌کردن. شواهد و قرائن نشون میده اولویت‌های جمهوری اسلامی حزب الله، لبنان، یمن، عراق، فکر بازسازی بیروت هم، فکر پول دادن به فلسطینیان، فکر اسلحه دادن به هشت شعبیان، اینی که چجوری با قاچاق اسلحه برسونن به حوثی‌ها. وگرنه چرا باید یک کشور اینجوری وضعیتش در بیاد که رئیس جمهور بگه ما باید پایتخت رو تخلیه بکنیم چون آب نداریم؟ سوال: آیا کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستن اونا خشکتر از ایران مگه نیستن؟ اونا چرا همچین مشکلی ندارن؟ یعنی الان اون 6 کشور حوزه خلیج فارس رو آدم نگاه میکنه، اینا هیچ کدومشون رودخونه دائمی به اون معنا ندارن. یعنی مثل کارون، کرخه، سفیدرود، زاب، این همه رودخونه در کشور هست دیگه. به نظر این حرفی که پزشکیان زده حرفیه که فقط نشون میده بیکفایتی و بی‌عرضگی مسئولین جمهوری اسلامی. در مشهد هم اعلام شده بدون اینکه از قبل اعلام کرده باشن قیمت نون رو افزایش دادن. اصلا افزایش قیمت ها در ایران دیگه یه حالتی شده که انگار مثلا اگه یه روز نباشه باید تعجب کرد. من چند روز پیش برنامه داشتم، تقریبا تمام مواد غذایی اصلی از 72% تا 255% افزایش قیمت داشتن. اونایش که مثلا تو ذهنم هست، لوبیا چیتی 255% افزایش قیمت داشته در یه سال، برنج 155% افزایش قیمت داشته، تورم خوراکی ها اصولا مخصوصا در حوزه نون و برنج و اینا 90% بوده. تمام حبوبات اصلی افزایش قیمت داشته بین 72% تا 255%. خب مردمی که نون که گرون میشه، گوشت هم که گرون شده که نمیتونن بخورن، مرغ و تخم مرغ هم که گرون شده، حبوبات هم گرون شده، این مردم باید چیکار کنن؟ آیا کشور منابع نداره؟ داره. دومین ذخایر گاز دنیا رو داره، چهارمین ذخایر نفت دنیا رو داره. از نظر بقیه منابع معدنی هم پنجمین کشور دنیاست.
چرا باید اینجوری اداره بشه؟ حتما 2 تا دلیل داره. یا بیکفایت بی‌ارزن مملکت داری بلد نیستن، یا دزد و فاسدن و به اعتقاد من هر دو تاشن. همونطور که دیروز هم خدمتتون عرض کردن دارن زمزمه میکنن که قیمت بنزین افزایش بدن. بعد یه تعداد از نماینده‌های مجلس نامه نوشتن به سران 3 قوه که آقا این ارز 28500 تومان رو که ارز دولتیه قطعش نکنید. اینجا 2 تا مسئله وجود داره که هر دوتاش به ضرر مردمه. ظاهر قضیه اینایی که مثلا نامه نوشتن که ارز 28500 تومانی رو قطع نکنید، گفتن کالاهای اساسی مایحتاج مردم با این ارز وارد میشه، این ارز رو قطع نکنید. ظاهر قضیه نشون میده اینا به فکر مردمن، ولی اینطور نیست. عمده کسایی که میگن این ارز 28500 تومانی رو قطع نکنید کسانی هستند که در دریافت ارز 28500 تومانی ذی‌نفعن. برای خودشون دارن میگن. فهرست 16 تا وارد کننده اصلی مواد غذایی رو منتشر کرده بودن که من یه روزی راجع به اینم صحبت خواهم کرد که در رأسشون اون مدلل کرمانشاهی هم هست. از تو جاده کرمانشاه که میری اصلاح آباد غرب، اون کارخونه روغنی که اونجا هست مال مدلل هست. بیشترین ارزو در کشور اینا گرفتن. ارز 28500 تومانی میگیرن، خرج واردات کالای اساسی نمیکنن، میبرن یه جای دیگه خرجش میکنن، به سودهای آنچنانی میرسن میلیارد دلاری. بعد اسمشو میذارن به اینی که برای مردم دارن این کار میکنن. همین چند روز پیش یکی از نماینده‌های مجلس میگفت در قضیه واردات برنج فسادی رخ داده که چای دبش پول خورد حساب میشه کنارش. چای دبش میدونید پروندهش بزرگترین پرونده فساد مالی بوده در کشور. حدود 3 میلیارد و 300 برای واردات چای گذاشتن، ارز دولتی. بعد معلوم شده خیلی هاشو اصلا وارد نکرده چای. بعد یه کسی دیگه هم پرسیده بود، به نظرم حرف حداقل او حرف درستی بود. میگم مگه چقدر ایرانی‌ها چای میخورن که شما تو این وضعیت ارزی 3 میلیارد و 300 فقط برای واردات چای گذاشتی؟ میدونی اینقدر پرونده فسادش بالا بود 2 تا وزیر دولت رئیسی محکوم شدن. در دادگاه خود جمهوری اسلامی محکوم شدن. یعنی ببین چقدر فسادش مسلم بوده. 2 تا دولت در یکی از حزب اللهی ترین دولت ها دستشون توی این قاچاق بوده در تخصیص دادن ارز برای واردات چایی که واردم نشده. بعد دادگاه خود جمهوری اسلامی گفته این فساده. یعنی اینقدر فساد بزرگ بوده دادگاه خود جمهوری اسلامی مجبور شده بگه آره این فساده و 2 تا از وزرای رئیسی توش فاسد بودن. وگرنه اینا که نمیخوان بگن مثلا دولت رئیسی دولت فاسدی بوده. خامنه ای میگه بیشترین دولتی که مورد حمایت خامنه ای بوده دولت رئیسی بوده. ببینید دیگه چه فسادی بوده که این 2 تا وزیر رو مجبور شدن محکوم کنن. البته عکسای این ور اونورشون هست که خیلی از این کسایی که دولتی بودن و محکوم شدن در پرونده مثلا طرف 20 سال زندان میگیره، 25 سال زندان میگیره، 6 ماه 5 ماه داخل زندانه که آبا از آسیاب بیفته، بعد بدون سر و صدا میان بیرون. الان داماد محمد شریعت مداری که در بانک سرمایه محکوم شده بود و خیلی از کسای دیگه که در بانک سرمایه محکوم شده بود همشون زدن که 6 7 ماه زندان بودن. همشون هم بالای 20 سال زندان دارن. 6 7 ماه بودن. اصلا وزیر رئیسی که در پرونده دبش محکوم شده بود در دیدار با رهبری عکسش بود. یکیشون که اصلا در جلسه معاون اول رئیس جمهور با نمیدونم رؤسای کدوم سازمان ها بود اون وسط نشسته بود. 20-25 سالم زندان داره، باید زندان باشه. این ارزی که میگن 28500 میگن در پرونده برنج
از این پرونده چای دبش سنگین‌تر، اصلا چای دبش پیش این پول خورد حساب میشه. چجوری؟ اینا رفتن از پاکستان برنج وارد کردن، کیلویی ظاهرا $1 بوده، وارد کردن به چندین برابر قیمت فروختن که یه نماینده مجلس صداش در اومده که این فسادی که توش رخ داده اصلا چای دبش پیشش هیچ. علت اینی که الان نماینده ها نامه نوشتن به سران قوه که آقا ارز 28500 تومانی رو حذف نکنی، برای این نیست که نگران مردمن. میگن این ارزه رو به ماها بدید و دولت این ارز رو به افراد محدودی میده. 16 تا وارد کننده عمده هست، به اونا میده و اونها میرن نماینده ها رو میخرن، به نماینده ها میگن که این ارز ما رو میخوان قطع کنن، شما بیاید نامه بنویسید به سران قوه که چرا ارز ما رو قطع میکنن، بعد ما از خجالت شما نماینده ها در میایم و یه جایی کمکتون میکنیم. به این دلیله که یه کسی موقع میره برای مجلس شورای اسلامی کاندید میشه، مجلس نماینده بشه، شغلی که مثلا ظاهرا 50-60 میلیون تومان باید حقوقش باشه، یه دفعه طرف میبینی که 80 میلیارد 100 میلیارد 500 میلیارد خرج میکنه که فقط نماینده مجلس بشه. چرا همچه خرجی میکنه که نماینده مجلس بشه؟ چون میخواد در اون 4 سالی که نماینده مجلس بار خودشو ببنده. نامه مینویسه، مثل همین نامه به سران قوه، آقا ارز 28500 تومانی وارد کننده ها رو بدید. بعد یه دفعه میری نگاه میکنی میگی فقط 16 تا وارد کنندن، این ارزه رو میگیرن، سهم اصلی خودشون رو ور میدارن، سهم نماینده ها رو میدن. بعد اینجوری میشه که روز به روز مردم فقیرتر میشن، یه حلقه فسادی دور مقامات شکل میگیره، همه مقامات هم توشن. حالا مثلا اومدن گفتن آقا این علی انصاری صاحب بانک آینده که اعلام شد زیان انباشتهش 550,000 میلیارد تومانه و در بانک ملی ادغامش کردن که سر تا پای قضیهش ایراد داشت، امروز اعلام کردن که در لندن یه ویلا داشته در یکی از بهترین مناطق لندن، 54 میلیون دلار. 54 میلیون دلار خیلیه در خارج از ایران، خیلیه. 54 میلیون دلار، 54 میلیون پوند هم بود تازه که اون از دلار هم بیشتره. چرا؟ چون این آقا موقعی که رفته پرونده اون مجتمع ایران مال در غرب تهران زده، با حکومتی ها بسته، با بیت رهبری بسته، حکومتی ها اومدن از طریق این بانک آینده هر کاری خواستن کردن. یه سند دیگه که چقدر بخور بوده در این بانک آینده، بانک آینده که این آقای علی انصاری رئیسش بوده، خود حکومتی ها به روایت خودشون میگن آقا این کلی اضافه برداشت داشته از بانک مرکزی، پول از بانک مرکزی گرفته، وام داده، تازه به خودشون هم وام دادن، به کسی دیگه هم خیلی ندادن. این عبارتی که به کار میبرن میگن این اضافه برداشت داشته از بانک مرکزی، 10 برابر سرمایه‌اش به شکل غیرقانونی از بانک مرکزی اضافه برداشت داشت. من میگم آقا فرض بگیریم اینی که میگید درست، بانک آینده خلاف کرده، 10 برابر سرمایه‌اش از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته. سوال، توی اون بانک مرکزی یه رئیس بی صاحب نداشته که این نتونه اضافه برداشت بکنه؟ مگه هر بانکی مثلا بگه آقا من میخوام از بانک مرکزی اضافه برداشت بکنم، بانک مرکزی در خزانه کشور رو وا میکنه میگه بفرما بیا اضافه برداشت بکن؟ علی انصاری و بانک آینده ممکنه دزد باشن، ممکنه فاسد باشن. سوال مهمتر اینه چرا بانک مرکزی این پولو داده؟ من سوال اصلیم اینه چرا بانک مرکزی این پولو داده که 550,000 میلیارد تومان زیان انباشته و بدهیش باشه؟ این موقع که
برداشت کرده، یه جا که برداشت نکرده، رفته از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته دیگه، بیش از اینی که سرمایه داشته باشه رفته از بانک مرکزی پول گرفته. کی بهش داده؟ بانک مرکزی بی صاحبه؟ یعنی مثلا علی انصاری شبا که بانک مرکزی رئیس رؤساش میرفتن خونه، میرفته اونجا با نگهبان دست به یکی میکرده، از بانک مرکزی به روش 1000 سال پیش پول ورمیداشته؟ اینجوری نیست که. این حتما نامه نوشته، مسئولین بانک موافقت کردن، رئیس بانک مرکزی هم میدونسته. مگه میشه رئیس بانک مرکزی ندونه که بانک آینده داره اینجوری اضافه برداشت میکنه؟ بنابراین مسئله فقط مسئله بانک آینده نیست که چون این دزدی رخ داده. دزدیه دیگه، اسم قشنگش بدهیه. این بدهی نیست، این دزدیه. این عجیب، ملت دزدی کردن. 550,000 میلیارد تومان زیان انباشته و بدهیاشه، این دزدیه. اسم قشنگش بدهیه. وگرنه عجیب، ملت دزدیدن دیگه. کما که همین الان هم گفتن آقا بانک آینده در بانک ملی ادغام بشه. ادغام یعنی چی؟ دارید میگید که بانک آینده 550,000 میلیارد تومان برده خورده، حالا پس نمیده، اینو بیاریم بذاریم تو بانک ملی، 550,000 میلیارد تومان زیان انباشته اون و بدهیش بشه بدهی بانک ملی. بانک ملی مال کیه؟ مال مردم ایران. یعنی مردم ایران این بدهی رو باید بدن دیگه. بدهی هم میگن آقا 80% وام داده دیگه. میگه 80% از وامایی که داده برنگشته. اینجا باز یه سوال دیگه وجود میاد. برنگشته یعنی چی؟ اتفاقا این پرونده بانک آینده خیلی مثال خوبیه از اینی که خود مقامات حکومتی همشون در این دزدی‌ها دست دارن. با استدلال خودشون هم باید گفت. میگن زیان انباشته یعنی چی؟ میگن اضافه برداشت از بانک ملی کرده. کی بهش اجازه داده بردار اضافه؟ مگه بانک ملی صاحب نداره؟ بانک مرکزی رئیس مگه نداره؟ چجوری تونسته این همه اضافه برداشت کنه؟ یه بار اضافه برداشت، 2 بار اضافه برداشت، 3 بار اضافه برداشت. باید جلوشو میگیرید دیگه. اگر جلوشو نگرفتید پس بانک مرکزی هم باش هم دسته در دزدیاش. بعد میگن 80% از وام هایی که داده بانک آینده برنگشته. سوال: کسی که وام میگیره اسم و رسمش ثبت دیگه، خب چرا نمیرید ازش پس بگیرید؟ مگه میشه همینجوری شما بگید که آقا به مردم بگید، عقل مردم رو هیچ حساب کنید، بگید آقا بانک آینده 80% وامایی که داده برنگشته. خب تمام؟ نه تمام نمیشه. اینایی که وام گرفتن اسم دارن دیگه. کیان؟ چرا اسمشون رو اعلام نمیکنید؟ این پول ملت دیگه. اگه قرار این زیان بیاد بر بانک ملی، اون پول ملته. ملت برای چی باید به جای دیگرانی که وام گرفتن و پس ندادن پول بده؟ اسامی اینایی که اومدن وام گرفتن رو اعلام کنید. بعد اونی هم که اومده وام گرفته حتما یه وثیقه گذاشته دیگه، یه ملک، یه چیزی گذاشته، وثیقه‌شو بردارید. وثیقه هم نگرفتید، معلومه یه جای دیگه هم کارتون میلنگه، اونجا هم دزدی کردید. بنابراین به صرف اینی که بگید که آقا بانک آینده زیان انباشتش اینجوریه، اضافه برداشت از بانک مرکزی داره، وامهاش برنگشته، قضیه تموم نمیشه. یه کلمه خوشگل بدهی بذارید رو دزدی‌ها، این که تموم نمیشه. اگر شما استدلال دارید، اسامی کسایی که وام گرفتن و پس ندادن اعلام کنید. چرا یک کسی باید وام بگیره پس نده؟ مگه شما اونم چند هزار میلیارد تومان، وام کوچیک نیست که، چرا بگیره و پس نده؟ مگه شما یک کسی وام ازدواج میگیره، یه وام کوچیکی میگیره، اگه پس نده روزی 100 تا SMS مگه براش نمیفرستید؟ مگه بهش نمیگید که وامت باید بیای پس بدی؟
مردم عادی که وام میگیرن چند بار بهشون SMS و پیام میدید که قسط عقب افتاده باید بیای بدی؟ خب به اینام بزنید، بگید آقا شما چند هزار میلیارد تومان پول گرفتید، بیایید پس بدید. رؤسای بانک مرکزی هم بیان جواب بدن. بانک آینده این اضافه برداشتش از کی شروع شده؟ چرا شروع شده؟ بانک مرکزی چرا جلوش نگرفته؟ آیا هر کسی بخواد اضافه برداشت داشته باشه بانک مرکزی بهش میگه بفرما بیا اضافه برداشت داشته باش؟ حساب کتاب نداره؟ من علت اینه که میگم فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی همینه. سیستم طوریه که این همه فساد توش رخ داده. فساد سیستمی که در جمهوری اسلامی و این کسایی که نامه نوشتن که ارز 28500 تومانی رو قطع نکنید دارن از یک کسایی که رانت میگیرن توی مملکت دفاع میکنن. اونایی هم که میخوان اینو قطع کنن اونام حسن نیت ندارن، اونام به فکر مردم نیستن، هر کدومشون یه جور. اما راجع به امید سلک، بعد از این موجی که اتفاق افتاد و امید سلک عکس خامنه‌ای رو آتیش زد و قتل حکومتی انجام شد و به قتل رسوندن امید سلک رو، الان تمام اون فعالای مدنی سیاسی هم که دارن راجع به این قضیه افشاگری میکنن دارن احضارشون میکنن، چون حکومت میترسه که این موجی که هست از اینی که هست بزرگتر بشه و بره جلوتر و کار دست حکومت بده. دیدم که یک چیزی هم راه انداختن که بیاید عکس خامنه‌ای رو ببوسید. واکنشی محض و کاملا از زاویه واکنش.